میشناسی؟ شم الله اکبر. غروب واقعه به کربلا رسیدم. یقین داشتم در رکاب آنها کشته شده ی عبدالرحمن. تقدیر بران بود عشق ما از هجران در امان باشد. تویی که سر زلجوشن سربازانش را پیش از ما به منازل پیش رو میفرستد و به دروغ ما را کافر و خارج از دین تعریف میکند. کاروان اسیران کربلا در راه رسیدن به این آبادیس به مقصد دارالخلافه آمدیم بگوییم حرمت مهمان نگاه دارید. حسین علی که به میدان آمد انگار ذوالفقار علی در دست داشت. حایله که روی زمین بیافتد 2 تکه میشود، چند تکه میشود. حسین پسر علی نور دیده پیامبر از دین خروج کرده. حسین پسر عقیل در کوفه و اینک این مردی خواهد از کوفه تا شام را علیه ما بشوراند. بعد از تیمار اسیران چیست؟ حریر خدا برای عقبا.